اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود و رحمت پروردگار یگانه به یکایک شما عزیزانی که با ما در برنامه ها هستید. امروز با هم در این برنامه که اساساً برنامه خانوادگی هست و درباره مهمترین مسائل خانوادگی و اخلاقی صحبت میکند، درباره دخالت به زندگی دیگران، این دلسوزی است و یا دشمنی صحبت میکنیم. برنامه امروزه ما اساساً دو موضوع مهم را در بر میگیرد. یکی دخالت کردن به زندگی دیگران، دیگر نصیحت کردن دیگران. متاسفانه امروز زیادی ها بین این دو چیزی خیلی تفاوت دار یا دو چیزی که خیلی فرق بزرگ دارد نمیتوانند جدا کنند. ایده هستند که با دخالت های بیجای خود با نام نصیحت یا با نام دوستی و دلسوزی هم قلب و هم زندگی ما رو پاره پاره می سازند. ایده هستند که ما نیاز به نصیحت ایشان داریم. زمانی را مرور میکنیم که پر از مصیبت هست و حداقل کسی باید به ما راهنمایی کند و یا اینکه یک نصیحت کوچک کند. نه، من دخالت نمی کنم، گویان ما را تک و تنها میگذارند، در حالی که نصیحت این دخالت نیست و دخالت کردن این نصیحت نیست. این دو چیز از هم خیلی و خیلی فرق میکند. یکی میتوان بگفت هم فضولی هم دشمنی بر علا هست، دیگر دلسوزی هست که اساساً نصیحتگران دلسوز می باشند. و اینجا می خواهم این دو چیز را از نزدیک ببینیم، فرق آن را درک کنیم و توانیم در زندگی به کسی نصیحتی خوب داده باشیم و این چنین توانیم دخالت نکرده هم خود را آسوده کنیم هم دیگران را. در ما حدیث مشهور پیامبر است که بعضی از علما میگویند از 4 یک قسم اخلاق مسلمان است. حدیث در ترمذی آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. کمال ایمان یک شخص یا نشانه ایمانداری یک نفر که او ایمانی کامل دارد این است که آن چیزی که به او رابطه ندارد آن را ترک کند. وقتی در حقیقت صاحب ایمانی کامل می شوی و در حقیقت در تو علامت های ایمان واضح و آشکار دیده می شود، اولین چیز این تو آن چیزی که به تو رابطه ندارد ترک می کنی. اخبار دیگران، زندگی دیگران، که پولدار شده است، که بی پول مانده است، که خانه ساخته است، که زن گرفته است، که شوهر کرده است، که به فرزندش چی خرید است و چی می خرید است، که برای فردا چی نقشه داشته است. یعنی اینها را همش را ترک میکنی، از پای خودت میشوی. و عجیبش این است که امروز گویا که این حدیث تقریبا در جامعه ما به کار نمی رود و مردم تقریبا از عمل کردن به این حدیث دست کشیدن. صحبت های زنانه میگیم اما صحبت های زیاد مردانه هم با هم می نشینند. مرکز صحبت آنها یا موضوع صحبت آنها فلانی را دیدی چی خریده است و چی کار کرده است و چی کار کردنی بوده است، فلانی را دیدم زندگیش این طور و این طور شده است. یعنی ما اساسا درباره دقیقاً یک نفر چی کار کرده است که اون به ما رابطه ندارد با هم صحبت میکنیم و اکثریت مردم رو میبینید که یک به یک کلی زندگی همسایه رو میدانند. در کمترین مسائل هم میتوانند به دیگران خبر دهند که این همسایه من در این موضوع چنین است. و بعض نفران رو میبینید که کلن حیات خیش و تبار را گویا که حیات آنها باشد به گردن گرفتن. خواب میکنن، بیدار میشوند، در فکرشان زندگی دیگران است و فکری آنها به جای اینکه به فرزند خود مشغول باشد فرزند دیگران را زیادتر فکر میکنند. زنهایی هستند که وقتی
شوهر دوگانه آنها زن میگیرد، گویا که شوهر آنها زن گرفته است که همیشه فکر و صحبت آنها درباره آن مرد دو زنه است که در این مسئله خیلی زیاد صحبت کردن را اکثریت دوست می‌دارند. و برعکس مردهایی رو می‌بینید که در داخل خانه‌اش همسر او خیلی به تربیت نیاز دارد، فرزندان او خیلی و خیلی به تربیت نیاز دارد. او باشد از پی بد اخلاقی و گفتن و بد اخلاقی همسر برادرش هست یا همسر همسایه‌اش یا چیز دیگر. و همین گونه انسان‌هایی که کاملا زبان و فکر آنها مشغول زندگی دیگران است که این را دخالت میگوید. و تو چی رابطه دارد فلانی چی کار کرده است و چی کار میکرده است که اینقدر در برش فکر میکنی و میگویی. یعنی مسئله زندگی دیگران علل خصوص امور دقیق، یعنی حتی گفتیم میده گپی ها درباره زندگی دیگران، این همش دخالت کردن به امور زندگی دیگران می باشد. و در مو یک سخن خیلی زیبای حسن بصری است، تابعین بزرگ رضی الله عنه، که خیلی در علم و در اخلاق می توانند برای ما یک گنجینه بی‌بها باشند. میگویند از علامت های این که الله از تو روی گردانیده است، تو را به حال خود رها کرده است، این است که تو مشغول زندگی دیگران شوی، تو مشغول کارهای گردی که به تو رابطه ندارد. وقتی دیدید که یک انسان به اون چیزی که به او رابطه ندارد به اون مشغول هست، بدانید که الله به او غضب کرده است، که این سخن خیلی خطرناک است. و این چنین در ما معروف کرخی هستند که خیلی از علمای مشهور عصر دوم حسابیده می شوند، میگویند بدان که وقتی تو به زندگی دیگران مشغولی، به اون چیزی که به تو رابطه ندارد همیشه با اون مشغول هستی، الله تو را شرمنده و خوار کرده است که تو خود را کنار گذاشتی، زندگی خود را کنار گذاشتی، از پی زندگی دیگران می باشی. انا امروز می بینید که چقدر ما در زندگی خود نیاز به فکر کردن داریم، چقدر کارهایی هست که ما با درست فکر کردن و درست نقشه کشیدن می توانیم به مقصد و هدف برسیم، چقدر نقشه هایی هست که باید کیها برای فرزندان خود میکشیدیم، بهتر شدن رابطه خود با همسر و با عائله و با خویش و تبار و دیگر با همسایه و با نزدیکان میشدیم. ما آن نقشه ها را و آن فکرها را کنار گذاشته ایم، اما مشغول جنجال دو نفر هستیم که ما نمیتوانیم آنها را نه اصلاحشان کنیم، نه اینکه یگان فایده به آنها برسد یا به ما برسد. یعنی فلانی با فلانی جنگ کرده است، فلانی با فلانی این گفته است پس آن گفته است، و این گونه زیاد دخالت و زیاد فکرهای ما روز از روز دارن وسیع‌تر می شوند. و از جهت دیگر می بینید که خیلی ها، یعنی دخترک 25 ساله، جوانی 24 ساله میگوید من ذهنی کند دارم، من نمیتوانم بیاموزم. وقتی میگوید از این یا از آن شروع کن، از آموختن و از پیشروی کردن، میگوید نه عجب یک کله دارم که من هیچ کار کردن نمیتوانم. اما میبینیم که چقدر ما میتوانیم ذهن خود را مشغول زندگی دیگران کنیم. امام شافعی میگویند 3 چیز ذهن شما را تیز میکند، شما خیلی زرنگ میشوید. یکی از آنها اینکه زیادتر با عالما بنشینید، آنهایی که صاحب علم هستند. دویمش این است که زیادتر با نفران صالح همنشین باشید، آنهایی که در زندگی همیشه از پی کارهای خوب هستند، یعنی از آنها فقط کارهای خوب از دستشان می آید، اهل صلاح هستند. سوم، آن چیزی که به شما رابطه ندارد درباره صحبت نکنید، یعنی ترک کردن صحبت، گفتن درباره کارهایی که به شما رابطه ندارد. بدانید که اگر این 3 چیز در زندگی شما هست، میه شما یا گفتیم ببخشید ذهن شما خیلی خیلی زرنگ و تیز و برا می شود. انا اینجا مسئله، یعنی در حیرت میمونید خواهر 45 ساله که اونقدر پیر هم نیست میگوید دیگر من تماما ذهن ندارم، کله ندارم که چیزی رو بیاموزم. خود تو کله داری برای نبیره همسایه، برای عروس نبیره همسایه، برای خاله بچه خودت، دختر خاله بچه شوهرت، برای همه اینها تو از ذهنت رو مشغول میسازی. پس از کجا میتواند ذهن تو علم یا اینکه چیزی که به تو فایده دارد از آن بگیرد؟ برای همین این مشکلی خیلی مشکلی جدی هست که مایان مشغول زندگی دیگران هستیم. چی می شود وقتی صحبت درباره زندگی خصوصی کسی رفت بگویم به من چی، به تو چی، بیا مسئله رو یعنی
صحبت رو به دیگر جا کشیم. بیا درباره قصه های حقیقی صحبت کنیم که از آن فایده میگیریم، یا اینکه بیا درباره یگان معلومات یگان چیز دیگری صحبت کنیم. مگر چیزی نمانده است و جز اینکه ما عموما درباره زندگی دیگرها و درباره خود هم عجیب است. امروز وقتی در یوتیوب میبینید، وقتی در خاطرات واتساپ یا اینکه ایموی بعضی ها میبینید، کرته خریدهشون، خوراکی پختهشون، با فلانی دوستشون در جای نشسته نوشیدنشون، اینها همه هست. معناش این است که من دوست می‌دارم دیگران کلا از جزئیات زندگی من با خبر باشند یا که دخالت کنند. می نشینند تمام جزئیات زندگی خود را به دیگران میگویند و از دیگران هم میپرسند کجا رفتی، چی کار کردی، بعد چی گفت، تو چی گفتی. یعنی همین گونه این همه اینها ذهن ما کار میکنند و مشغول آن میشود و ما هیچ پیشرفت کردن نمیتوانیم. برای همین این شعار نفران پیشرفته است، چه در زندگی چه در ساحه اقتصاد و عمل و علم، که میگویند وقتی با دیگران مشغول شدی تو پیشروی کرده نمیتوانی، تو پیشرفته نمیتوانی، برای اون که تو به جای اینکه درباره خودت فکر کنی و مشغول شوی از پای دیگران هستی. و اینجا مصیبت های زیادی هست. از پای اینکه ما زیاد میخواهیم بفهمیم که فلانی چقدر زندگی کرده ایستاده است و جزئیات حیات دیگران رو دقیقاً همش رو بدونیم. زیادی جنجال های ما از پای چی میشود؟ چرا درباره زندگی من به فلان چی خبر دادی؟ چرا از این کاری که شد رفتی و به دیگران گفتی؟ یعنی نمامی و خبرکشی شروع می شود از دخالت کردن به زندگی دیگران. اون چی رو که دیدیم و شنیدیم و جاسوسی کردیم و فهمیدیم می رویم به دیگران خبر می دهیم. و البته صاحب قصه اصلی وقتی که خبردار می شود که جزئیات زندگی خود را او به دوستش گفته بود یا اینکه دوستش فضولی جاسوسانه او با خبر شد و رفت و به دیگران گفت و دشمن بود است، تو مرا شرمنده کردی، چیزی که نباید میگفتی از آن گفتی. انا این گونه سر میشود جنجال ها. و جنجال های اکثریت خانوادگی هم چرا به نزد مادرش رفته است، چرا به برادرش چنین گفته است، درباره عروس ها این گپ زیاد. یا برعکس داماد یا شوهرم چرا با خواهرش این گونه صحبت کرده است، من باید تلفنی او را ببینم، جاسوسی کنم، ببینم که مادرش به او چی گفته است. یعنی این گونه دخالت های بیجایی که ما داریم، نمیدونم از کدام بیماری به سر زیادی ها میرسد. سببی بدبینی، سبب قهرگی، سبب دیگر به کسی اعتماد نکردن در مسئله نصیحت پرسیدن و مشورت پرسی می شود. و همیشه هراس داریم که به کسی از درد دل می گوییم، از درد دل خود رو می گوییم تا از او مشورت خوب بگیریم، ولی او می رود سر ما رو در دیگر جا فوش می سازد و کلا ما در نزد تمام مردم شرمنده می گردیم. و این جنجال ها و این بدبینی ها و بی‌اعتمادی ها همش از این است که ما دخالت به زندگی دیگران رو دوست می داریم و باز اون رو افشا کردن که از این اکثریت الکی دارن لذت می برند. و البته نفرت دیگر هم هست. البته می شنوی وقتی کسی از زندگی تو با خبر شد، اگرچه اعضای عائلت باشد هم، اگر شوهرت، زنت، فرزندت باشد هم، رفت و به دوست خود بگفت، رفت و به یک نفره بگفت که تماما تو نمیخوای او این رو بداند، نسبتی او خیلی و خیلی نفرت پیدا میکنی. چیزی دیگر این امروزه شبکه های اجتماعی، یعنی مویان دوست و همسایه ها یک کنار استد، زیادی دوست می‌داریم جزئیات زندگی سراینده یک آدمی مشهور، یک هنرمندی رو بدونیم. فلانی فرزنددار شده است، خرید برای فرزندش، فلانی زنش رو طلاق داده است، فلانی شوهر کرده است، شوهری از خود خرد کرده است. های می‌بینید میلیون تماشابین و همه گویا که زندگیشان آن نفر است. تو برای خودت چی داری؟ برای خودت چی کار کرده ایستاده؟ نقشه آینده‌ات چی است؟ یا اینکه تو به دنیا اومدی تو که فقط درباره جزئیات زندگی دیگران تو خبر باشی. و اینجا یک چیز دیگر هم هست که این یکی از موضوعهای مهم دیگری هست. زیادی ها به زندگی دیگران دخالت میکنند. یک نفر رو در نزد عائله‌اش، در نزد دوستانش، تو چون این کار کرده ای نباید این رو میکردی، من شنیدم این کار کرده ای اون کار کرده، یعنی کاملا یک نفر رو اینقدر شرمنده و پس میزنند. و وقتی میگوید کاری خوب نکردید، میگویند اینی نصیحون امین، من نصیحتگری امانتدار هستم، من از دلسوزی به او نصیحت کردم، انا برای همین چیکار کردم، او را با این سخنهای خود گویا که بیدارش کردم. ولی اینجا مسئله نصیحت رو هم گویا ما فراموش کردیم که معنای نصیحت چی است. اگر به کلمه نصیحت
در لغت نگاه کنید، دل سوزانه به کسی کمک کردن است. یعنی این که تو خیلی به یک نفر میسوزی و فقط میخوایی که به او کمک کنی و او نصیحت میگویی، و او راه نشان میدهی، و او یک مسئله که او در آنجا اشتباها پیش پا خورده است کاملا روشن بیان میکنی که انا این کاری تو در این مسئله اشتباهی هست که بیا من به تو راه نشان میدهم. ولی یک نفر رو تحقیر کردن، یک نفر رو پس زدن و یک نفر رو شرمنده کردن این نصیحت نیست. این برعلا عرض و ناموس برادرت را زیر پا کردن است که در شریعت این کار حرام می باشد. و اما چیز دیگری هم هست خیلی و خیلی انسان رو ناراحت می کند. زیاد این را در پدر و مادر زنها، در خش و تبار زنهای شوهر کرده دیده می شود. پس از اینکه دختر خود را به شوهر دادن میگویند به زندگی او ما دخالت نمی کنیم و حتی نصیحت هم نمی کنند دختر خود را، و حتی به داماد خود هم نصیحت نمی کنند و میگویا که مشکل داره دخترکم با من بگو، با کدام راه میتوانم به تو کمک کنم، یا با داماد صحبت کردن که در چی مسائل بعضی کمبودی ها با دختر ما دارید تا که ما توانیم آن را اصلاح کنیم. گفتن نه دیگر شوهر کرد و رفت، من به زندگی او دخالت ندارم. این دخالت نیست، این نصیحت کردن و اصلاح کردن است که برگردن پدر هست تا روز مرگش از پی اصلاح فرزندان خود باشد. بزرگ شدی و رفتی، زن گرفتی و شوهر کردی و رفتی، دیگر چهار طرفی تو قبله گویان نمی شود. و عجیبش این است که بعضی دوستان را هم میبینی میگوی دوست نزدیکی تو هست خیلی و خیلی در اشتباه هست، یعنی اشتباهی او عیان است. بعضی ها خطاگی های پنهانی دارند، خطاگی هایی که فقط به خود ضرر میرسانند و زیادی ها یا توبه میکنن یا توبه نمیکنن، اما خطاگی های آنها یا گناه های آنها پنهانی است، آشکار نیست، کسی از آنها اذیت نمی شود. اما ایده دیگری هم هستند، غرق گناه هستند، غرق اشتباه های هستند که ضرری آن به دیگران می رسد. بر علا مردم از ظلم آنها اذیت می شوند. و وقتی میگوید فرزندی شماست، دوستی شماست، نزدیکی شماست، یک نصیحتش کنید، یک نصیحتی که شاید کمی هم باشد او را تغییر دهد، میگویند به من چی، من نمیخوام دخالت کنم به زندگی او. اما این دخالت نیست، این اصلاح و نصیحت است که اگر نصیحت از بین رفت جامعه هرگز آباد نمی شود. در عائله یک نصیحتگر نباشد کل عائله دیگر فسادگر و ظالم می شوند. و برای همین هم پیامبر میگویند صلی الله علیه و سلم الدین و نصیحت، دین همش نصیحت است. یعنی نصیحت حتی علما میگویند فرض است. وقتی تو به چشم خود دیدی منکر رو تو باید نصیحت کنی، اما چگونه نصیحت کنی کمی بعد دربارش میگویم که مبادا تحقیر کردن و یک نفر رو مسخره کردن و گناه او رو آشکار گفتن و شرمنده کردن رو نصیحت گمان نکنیم که دربارش حتما کمی بعد من کمی توضیح میدهم. پس اینجا نه من دخالت نمی کنم، گویان یک نفر رو در گناهش و در اون مشکلی های جدی زندگیش ماندن که او هم برای خود زیان رساند هم به اطرافیان زیان رساند و عموما یک فسادگار بزرگ باشد، این هرگز از روی نه عقل است و نه از شریعت است. ببینید که همیشه در زمانهایی که اسلام کل دنیا را به دست گرفته بود، چه در زمان اموی با اون مشکلاتی که داشت، چه در زمان عباسی یا در خلافت عثمانی، میبینید که خلفا و این چنین نفرانی که رعیه را داشتن یا سردار بودن همیشه برای خود مشاور و نصیحتگر یک عالمی رو میگرفتن تا که آن عالم برایشان نصیحت کنند. حتی امام مالک یک مکتوبی دراز دارند برای هارون الرشید که کلش نصیحت است برای امیرالمومنین. هارون الرشید که به ابر نگاه کرده میگفت ای ابر هر کجا میروی برو، بارانت را بریزان، اما خراج آن یا حاصلی که از باران می شود به دست من می آید که این گونه ملک و این گونه حکم را پروردگار به ایشان داده بود. اما علما به ایشان نصیحت میکرد و هارون الرشید و امام شافعی امر کرده بود که تو از نزد من برای دور شدن حق نداری، من نیاز به نصیحت تو دارم. و
اینجا اگر ما همدیگر رو نصیحت نکنیم، خطاگی همدیگر رو اصلاح نکنیم، دیگر همه در خطاگی خود دوام میدهند. اگر برای هر یک خطاگی کپکوبی زدیم و گفتیم گوری تو جدا است و گوری من جدا، دیگر اصلاح به کجا می رود؟ اصلاح کاری و اصلاح کردن دیگران کجا می رود؟ مردم قطعه فساد می شوند که امروز ما دیده ایستادیم. و این است آزادی گویا. آزادی این است که تو خطاگی حق نداری به کسی درباره خطاگیش صحبت بکنی. اکنون ببینید ما اینجا میبینیم که پیامبران می آمدن می گفتن ابلغکم رسالت ربی و انا لکم ناصح امین. من برای شما رساله پروردگار، امرهای پروردگار رو میرسانم و من یک نصیحتگر و امانتدار امین هستم. من اومدم برای اون که شما رو نصیحت کنم، نه اینکه شمایان رو شرمنده سازم، نه اینکه شمایان رو تحقیر کنم، نه اینکه بالای سر شما بیارم. ولی در جامعه امروزه زیادی ها وقتی نصیحت میشنم من میگویم خب کنید. یک کلمه دیگر هم دارن، نصیحت جوگه من پر است، من نمیخوام دیگر نصیحت شنم، من لب ریزی نصیحت هستم. و از ناصحان و از نصیحتگران اکثریت خوف دارن، یعنی ترس دارن و اینجوری نفرت هم دارن. شاید این که ما دیگر خیلی گستاخ هستیم که این گونه، یعنی تا حد سرکش شدیم که دیگر میگیم به من نصیحتی کسی لازم نه. و شاید هم که بنده اساسا سبب و عامل را در آن میبینم. امروزه نصیحتگران ما فرق بین نصیحت و تنبیه و تحقیر و نابود کردن ارز و ناموس را نمیدونن. یک نفری که خطاکار است، البته او رو وقتی نصیحت میکنی باید نصیحت پنهانی باشد. و وقتی به عبدالله ابن عباس پرسیده میشد، صحابی جلیل رضی الله عنهما که هم پدر و هم خود میدونیم اهل بیت پیامبر هستند، که چگونه نصیحت کنیم، میگفتند بدون که نصیحتی تو در سر باشد، پنهانی نصیحت بکن، نه اینکه آشکارا نصیحت کنی. و در ما آیت قرآن کریم هم هست و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. و آنها در پنهانی وقتی تنها به تنها هستی سخنه بگو، نصیحت بگو که بلیغ باشد، به قلب آنها رود و تاثیر کند. و امروز مردم زیادی چرا از نصیحت دیگر نفرت دارند و همیشه هراس دارند که فلانی مبادا مرا نصیحت نکنند. چون ما نصیحت اگر تنها به تنها باشد هم اکثریت لحن نصیحتشون جنگ و جنجال است، یعنی با صدای بلند، با یک تحقیر، با مبادا اگر سرکشی کردیم میزنم گویان تهدید کردن نصیحت میکنند. و یک نفر به جای اون که نصیحت شنود هم سرخ می شود، هم عرق می کند از خجالتی، هم شرم می کند، چیکار کردنش رو نمی داند. و زیادی پدر و مادران رو می بینید داد و فیغان بالای فرزند خود می زنند، خواه کوچک خواه بزرگ اونجا فرق نمی کند و می گویند من نصیحت کرده ایستادم، این گونه باید فرزند رو اصلاح کنی. ولی به قرآن کریم نگاه کنید، هر نصیحتی که لقمان حکیم به فرزند خود می کرد، یا بنیه می گفت، پسرکم، فرزند عزیزم، جان پدر بشنو. یعنی این گونه با اسلوب ملاطفت و مهربانی نصیحت میکرد که خواه و ناخواه قلب فرزند آب میگردد. و حتی به اهل کتابی که این همه در ضلالت و گمراهی و هستند، الله وقتی به آنها چیزی را نصیحت کردنی می شود، یا اهل الکتاب گویان صحبت می کند، یا بنی اسرائیل، این فرزندان اسرائیل، شما فرزند یک انسان عادی نیستید، ای فرزندان اسرائیل که پیامبر است، ای آنهایی که من به شما پیشتر کتاب فرستاده بودم، بشنوید که من به شما چی میگویم. ولی امروزه این نصیحت بوده است که یک نفر رو اگر تنها به تنها باشد هم رو برایت میشینانی و اینقدر بالای او، تو پیشتر هم این کرده بودی، اون کرده بودی، الان هم کرده ایستاده، دیگر شدنی نیستی. این نصیحت نیست، این توبیخ است. این یک نفر را زیر زمین کردن است، این یک نفر را به حالت آوردن است که هم به تو نفرت کند هم به کل ناصحین. و چیزی دیگر این است که امروز از زیادی در یوتیوب دیده می شود این را، یک نفری خطاکار را عکسش را می برارند و او را نصیحت می کنند
یعنی با اینکه یک نفر رو عکسش رو به همه آشکار کردی، تو رو نصیحت کردنی هستی یا اینکه او رو شرمنده کردنی هستی؟ که این شرمنده کردن یک نفر است، ریزانیدن آبروی یک نفر است، که هر کسی که آبروی مسلمان رو ریزانید الله آبروی او رو میریزاند، اگرچه در داخل خانهش پنهان باشد. در این باره حدیث آمدگی هست. این هرگز نصیحتگری نیست. نصیحت این است که یک نفر رو، اون هم در وقتش، در یک حالتی که او آماده شنیدن نصیحت تو هست، حالتی که آرام است، حالتی که او میداند که تو برای او فقط خیر میخواهی، از این نصیحت نه تو آبروی او را رسانیدنی هستی نه فایده برای تو هست. همراهش می نشینی، خواهرکم، برادرم، همسر عزیزم، فرزندم، پدر جانم، مادر جانم، شما این گونه انسانی خوب هستید، این گونه خوبی ها در شما هست، ولی در همین مسئله من کمی مشکلی میبینم. این رو شما دیده و دانسته کرده ایستادید یا ندیده ایستادید، این چیزی دیگر است. یعنی نصیحت طوری گفته می شود که اون نفر شنونده یقین میکند، درک میکند که تو خیرخواهی او هستی، تو هرگز او را لطمه زدنی نیستی، شرمنده کردنی نیستی و او قبول میکند. اگر قبول نکند هم به تو واکنش نشان نمیدهد، با تو جنگ و جنجال و قهری نمی شود. اکثریت هستند که پس از شنیدن یک نصیحت دیگر میگن من با او نمیخوام روبرو شوم، دیگر مونید به من نصیحت نکند، بگذارید نصیحتش رو به فرزندان خود کند. و چیزی دیگر این است که کسی نصیحتگر هم باید اهل نصیحت باشد. خودت که غرق گناه هستی نمیتوانی به دیگران بگویی گناه نکن. خودت که با فرزندانت هیچ مناسبتی خوب نداری نمیتوانی به دیگران بگویی که فرزندی خود را تربیت کن، برای اینکه خودت مشکلیت در خانواده هست. انا اینجا رسید زمانی که مردم دیگر از نصیحتگران چی دارن؟ نفرت دارن و زیادی ها میترسن که فلانی مرا الان نصیحت میکند و من شرمنده میشوم، برای آنکه طرز نصیحت کردن او این گونه شرمنده کردن است. پس اینجا زینهار که بین این دو چیز باید فرق داشته باشیم. هرگز من دخالت نمی کنم گویان دوستی خود را، عائله خود را، همسری خود را، نزدیکان خود را در گناه آلوده شدن یا اینکه در یک خطاگی جدی واقع شدن را اجازه ندهید. حتما وقتی دیدید که خطاگی جدی دارد، اشتباهی جدی دارد، کاری که او کرده ایستاده است، شما 100% بدون شبهه میدونید که بر ضرر خودش هست. این کار مثلا از کارهای عادی نیست که در هممون باشد. بعضی خطاگی ها رو همه انسان میکنن، اما بعضی خطاگی ها هست که جدا و جدا آن خطاگی به دیگران ضرر میرساند. اینجا حتما باید ناصح و امین باشیم. نگویم من به زندگی او دخالت نمیکنم، گوری او جدا است و گوری من جدا است، من اصلا کی هستم که نصیحت کنم؟ نه، نباید این گونه باشیم حتما. ولی رعایت با آداب نصیحت کنندگان، یعنی حتما رعایت شود که ما چگونه باید با کدام اسلوب نصیحت کنیم. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، میگوید الله، اگر سنگ دل و نامهربان و خیلی دغل باشی مردم از اطراف تو پریده میروند، گریخته میروند. حتما در مدت با اجازه اش که اجازه میدی در این مسئله صحبتت کنم، تو که او قبول کند، تو که او تواند بفهمد که شما کی هستید. اما نه، یک نفر رو کلی خطاگی های پیشترش رو گفته و خود رو کلا به او تعریف کردم. ببین من کی هستم، ببین من چی هستم، چرا مثل من نمیشوی، ببین برادرت کی هست و تو کی هستی، یک بار خودت رو فکر کن. یعنی این گونه مقایسه هایی که زیادی نصیحت کنندگان ببخشید خود رو زیادتر تعریف میکنند و اون نفر خوبتر میدوند که تو کی هستی. یعنی چرا برای یک نفر رو نصیحت کردن اینقدر باید از خود تعریف کنیم؟ ببین من مثلا چه خیلی انسان هستم. و اینجا پیدا می شود اینجا مسئله نصیحت کردن نیست، مسئله شرمنده کردن و نابود کردن دیگران است. و چیزی دیگر این است که زیادی در پدر و مادر دیده می شود و معذرت می خواهم زیادی در خشتومن ها دیده می شود، دخالت می کنند به زندگی پسر و عروسشان. با گمان آنها زندگی خوب ندارن، اینجا ظلم بالای پسر هست، در حالی که پسر فرزند خیلی از زندگی خود راضی هست، عروس هم راضی است. آنها با همین کمی مشکلی ها و خرخشه هایی که دارن از هم دیگر راضی هستند، جدا شدنی نیستند، زندگیشان رو هم نمیخواهند دیگران دخالت کنند. نه من مادر هستم، به چشم خود دیده ایستاده نمیتوانم گویان به زندگی آنها همچون نصیحتگر داخل میشوند
و میبینید که چی مشکلی در اون عائله به میان نمی آید. عروس دیگر تماما دیگر انسان می شود، کلا خوشدامن خود را بد می بیند. پسر هم به جای اون که گمان کند که این نصیحت از یک مادر دلسوز است، میگوید مادرم میخواهد من بدبخت باشم. مادر هم وقتی میگوید شما نباید در این مسئله دخالت میکردید، اونها که از هم راضی هستند میگویند من نصیحت کرده ایستادم که وظیفه من نصیحت است. ولی اینجا مسئله نصیحت نیست. مسئله این است که بر علا زندگی دو نفر را داخل شده، خود را دلسوز فکر کرده و گمان کرده، اما همچون یک دشمن عمل کرد می باشد. برای همین اینجا کاملا عکس العمل پدر و مادر عروس است که پدر عروس به جای اینکه نصیحت کند دخالت نمی کنم، گویان یک کنار می ایستد. پدر و مادر داماد باشند، ما نصیحت گریم گویان آنگونه دخالت های جدی به زندگی دو نفر می کنند که دیگر آنها علل خصوص عروس اجازه نمیدهد حتی آنها به خانواده آنها داخل شوند. برای همین بیایید وقتی به نظر ما، به گمان ما دو نفر زندگی دارند که ما باید دخالت کنیم یا نصیحت کنیم، اول باید با خودشان صحبت کنیم که با این چیزهایی که ما دیده ایستادیم که به نظر ما خیلی بد است، کسی ظالم است، کسی مظلوم است، آنها چی نظر دارند؟ شاید آن به نظر آنها خیلی عادی است، آنها اتفاق کردند که این گونه زندگی کنند، پس چرا دخالت کنیم و زندگی آنها را نابود کنیم؟ و چیز دیگر این است که زیادی ها، یعنی خیلی زیادی ها، علاوه خصوص در فرزند خود، در عائله فرزند خود، پس از بزرگ شدن در کوچکی که ما میتوانیم دخالت کنیم، در خورده در بزرگی دخالت میکنند و یک نصیحت هایی میکنند، اون رو نمیتوانیم بگوییم نصیحت کنیم. زندگیتون رو این گونه دوام دهید، نقشه خانه‌تون رو این گونه کشید، برای فرزندتون این گونه مکان رو برای خواندن یا نخواندن، یا تو خودت برای خودت این گونه یک راهی رو گیرو همین طور رو، چگونه ای که من و پدر و بابا و بیبی و آنها رفته بودن. این عموما میتوانیم بگوییم دخالت کردن و حکم فرمانی کردن بالای آنها می باشد. اگر تو چنین بودی من هم حتما مثل تو شدنم، این در یگان جا نیست. حتما باید هر یک نفر در زندگی خود، در نقش خانه خود که چگونه می سازد، در داخل خانه خود چگونه زندگی می کند، فرزندان خود را چگونه می تواند پیش برد یا خود را چگونه می تواند پیش برد، فکر مستقل داشته باشد. نمی شود که کاملا یک نفر را زیر نظاره گرفت و با بهانه نصیحت کردن یا زیر پرده نصیحت کلا زندگی او را مثل زندگی خود کنترل کرد و گفت که تو باید با همین رختی که من دارم برای تو کشیدم و برای زندگی خودم کشیده بودم بروی. اینجا تماما میبینید که چقدر بدبینی ها می شود، چقدر نفرانی هستند که 50 ساله شدن هنوز هم گویا که در یک غلامی زندگی دارند که نمی توانند درست فکر کنند، درست پیشروی کنند، درست برای خود و برای فرزند و برای عائله خود در کار خود درست پیشروی کرده موفق شوند. از اینکه همیشه بالای آنها یک چند نفرانی هستند که حاکمیت کردن را دوست می دارند و با بهانه نصیحت کلا زندگی آنها رو دارن تباه میکنن. ولی می شود، البته می شود وقتی شما خیلی و خیلی در زندگی پیشرفته هستید و شما نه که من موفق هستم، دیگران الکی بها دادن که این نفر موفق هست، در اقتصاد یا پیشروی مالی گفتیم، یا در تربیه، یا اینکه در کسب کردن قلب های دیگر. پس در همون چیزی که شما موفق شدید می توانید به فرزندان خود مشورت دهید و حتی امر کنید که فرزندم این کاری که کرده ایستادید خطا است، از نظر داشتی من که من در این جاده خیلی تجربه دارم، شما دارید خطا راه می روید، بیایید این رو باید اصلاح کنید. این تماما نصیحت هست، دلسوزی هست که هر نفر این را قبول میکند. اما در چیزی که خودمون رو موفق میدونیم اصلا موفق نیستیم، یا دیگران میدونند که ما اصلا در این کار از عهده‌اش نبرآمدیم، یک مشورتی خوب میدیم، یک نصیحتی خوب میدیم، اگر قبول نکرد باز اینجا چیز دیگری هم هست که من یا قهری هستم یا رابطه ما دیگر کنده میشود، دیگر به هم دیگر علاقمند نیستیم، یعنی کلا قهری میشویم. این مشکلی در ما دیده میشود. برای همین انسان هایی که بزرگ هستند که همیشه در ما در اسلام پیامبر میگویند لیس منا من لم یوقر کبیرنا، از ما نیست آنی که بزرگان رو احترام نمیکنند. اما احترام این نیست که هرچی آنها گفت از پای آن بشوی،
نباید از رخت کشیده ای آنها بیرون شوی. احترام این است که صدا بلند نمی کنی. اگرچه فکر او به تو معقولت که هم نشد، آن را با یک ستیزه و با یک پس زدن و با یک دغلانه آن را جواب نمی دهی. حداقل خاموش می ایستی و پس می توانی بفهمانی که من گفته شما را نکردم، با اینکه این سبب ها در من بود. ولی چیز دیگر در این است که می شود بارها و بارها این را تکرار کرد، ولی در عمل خیلی کم دیده می شود. مویان اکثریت، علل خصوص خواهران عزیز که من بارها خیلی می خواهم با خواهر صحبت های زیاد داشته باشم، اگرچه حق برادرها هم کم نیست، خیلی عقب مانده هستیم زنهای تاجیکستانی در مسئله زبان، در مسئله دیپلماتیا گفته می توانیم، مناسبت با دیگران، در مسئله حتی کارهای خانه، در مسئله به خود نگاه و بین کردن و خود را به خود اهمیت دادن، زیادی قفا ماندگی رو دیده می شود. یعنی دخترک یا مادری که الکی صاحب 6 فرزند است نمی تواند چگونه با فرزند خود مناسبت کند، نمی داند چگونه با شوهر خود، خویش و تبار شوهر خود مناسبت کند، نمی تواند به خود نگاه کند که نمی داند که چگونه می تواند یک زن از پای خودش می براید، نمی تواند در زیاد مسئله ها پیشروی کند، اما خیلی و خیلی خوب می تواند جزئیات زندگی دیگران رو در فکرش تمام روز چرخ بزناند. ساعت ها می تواند درباره همسایه‌اش، عروس همسایه‌اش، عروس خانه‌اش، عروس برادرش با دیگر خویش و تبار صحبت کند. ساعت ها می تواند حتی کتاب بنویسد درباره خطاگی این و یا آن خویش و شوهرش. یعنی اینها از کجا آمدن؟ با این ما پیشروی کرده می توانیم، با این ما عزت یافته می توانیم، با این ما چیکار کرده می توانیم؟ یعنی این به فایده ما هست یا به فایده دیگران است؟ عمرمان گذشته ایستاده است دیگر، نه در حتی فرزند ما نمی توانند ما رو همچون الگوی زندگی خود قرار دهند. حتی شوهر ما بعضا در فکر است که این انسان، در فکر این انسان چی ها هست که اینقدر این انسان عقب مانده هست. برعکس بعض مردها هم این گونه هستند. یعنی برادر، مردی که چقدر در این سن سال باید پیشروی کرده باشی، اگر تقدیر بود، مشکلی بود و نتوانستی، حداقل یک چند کتاب خوانده باشی، به یک چند مقاله ها سر زده باشی، حداقل درباره رفت سیاست دنیا و جنجال های اطراف تو باید با خبر باشی. تو مشغول عروس و میده چوده های عروس و مشغول زنی برادرت و شوهر خواهرت و چیز دیگر هستی که او این گونه است و صحبت او درباره این گونه چیزهای پوچ است. و بدانیم که آنهایی که به چیزهای کم و اندک و پوچ اهمیت میدهند، عقل آنها هم این گونه است، فهمیش آنها، بیناییش آنها هم به دنیا این گونه هست. اما آنهایی که به چیزهای بزرگ اهمیت میدهند، صحبت های آنها هم درباره چیزهای جدی هست، بدونید که ذهن آنها، شخصیت آنها هم این گونه هست. برای همین هرگز وقتی خود را نباید تلف کنیم با نفرانی که از زبان آنها فقط صحبت درباره جزئیات زندگی دیگران می رود. با نفرانی که من فلانی را این گفتم آن گفتم نصیحت کردم، میگویند و نصیحت نیست و جنجال آنها هست و تنبیه و یک نفر را شرمنده کردن و بی آبرو کردن آنها است. هرگز این گونه انسان ها را هم نشین خود، همدم خود قرار ندهید، چون این گونه انسان ها خود که عقب مانده هستند، شمایان رو هم عقب مانده می سازند، شمایان رو هم مثل خود می کنند و همه می دونیم که دیگر هم نشین اثر جدی و صحبت صالحین یا صحبت انسان های پست و به همه چیز مویان رو به کجا می کشاند؟ یکی ما رو به اوج اعلا، دیگری ما رو زیر زمین می کند که چگونه می توانید تو هم یک نفر وقتی این گونه صحبت های پشت داشته باشد و آن گوش بدهی و خود را تو هم و این صحبت ها مشغول کنی. این بود عزیزان برنامه امروزه من. فکرهای خود را، بعضی موضوعهایی که خیلی میخواهید درباره‌اش صحبت داشته باشیم میتوانید اینجا بنویسید و این چنین خواهرانی که یا حتی بعضی برادرانی که در بعضی مسئله ها خیلی میتوانند مصلحت های خوب دهند، میتوانند مشاورهای خوب باشند، میتوانید در زیر نویس و ما بنویسید که انا این چیزها هست که باید میگفتید و نگفتید، انا درباره این چیزها هم گفته شود که انشالله ما همه آن را
درباره‌اش صحبت میکنیم و درباره همه گفته های شما حتما برنامه را آماده میکنیم. در پناه الله یگانه باشید. وقت هم به پایان رسید. الله یک شمایان را در حفظ خود نگه دارد و همنشین صالح شدن و این چنین مشاوران شما بگذار نفرانی باشند که همیشه با مشورت های خود زندگی شما را پرنور گردانند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.